با نام الله بی‌نیاز و سلام و وقتتان بخیر هموطنان عزیز. خدا کنه جور و صحتمند و سرحال باشید. خوشحال هستم که باز من مسعود محمدی در خدمت شما قرار داریم. دوستان عزیز، ما در ناحیه نوم در منطقه علی مردان قرار داریم. وطندارای عزیز، در طرف دست چپ من قرار دارم، جایی که اینجا هم خانه یکی از هموطنان ما در نقشه رفته و پروژه سرک در این ساعت تطبیق میشه و اندازه‌ای که برشان مقرر کرده از طرف شهروالی کابل در دیوالایشان اون نوشته است که تا کدام اندازه همی خانه و جایشان تخریب میشه و فعلا هم همینجا کار میکنن به خاطر از اینکه همون سنگ و خشت و چوبشان که در این خانه استفاده کرده بودن اونا را جمع آوری کنن یا به فروش برسانن یا به جای دیگه انتقال بدن. و یک گپ دیگه که من در اینجا دیدم، اکثر کسا خانه هایشون اینجا ویران شده، اما تعداد از هموطنان ما میاین به وجود از اینکه باید با اونا کمک و همکاری کنن، اما خشت و سنگ را که اینا به مشکلات جمع میکنن که اینا انتقال بدن یا به فروش برسانن، اونا میان میبرن و همین تقاضایشون بوده که همین گپ به گوش مسئولین امارات اسلامی افغانستان و شورای کابل رسانیده شود که جلو از همین کار گرفته شود و مردم نگذاره که مردم در این ساعت دست به این کارا بزنن، به خاطر از اینکه خانه های از اینا خراب شدن، با وجود از اینکه بیان با یک بجایی که کمک کنن امرایشون و این مشکل دیگه را که ایجاد میکنن هم خیلی برشون مشکل ساز است. و دیگه از کار تطبیق پروژه سرک همه خوشحال هستن و همه میگن که ما خوشحال هستیم به اینکه سرک های ما جور میشه، وطن ما مقبول میشه، کدام مشکل دیگه ندارن. فقط یگانه مشکل یک شکایتی که از مردم محل دارن همیه است که به جای از اینکه کدام ما کمک کنه و می سنگایی را که ما مشکلات خود متقبل میشیم میایم جمع میکنیم، اما بازم اینا را میبرن و همینجا کسی که مسئولیت از این خانه را داره در کنار ما هستن. معلومات بیشتر از زبان اینا می داشته باشیم. سلام علیکم، وقتتان بخیر. خسته نباشین. خوب هستین ان شاء الله؟ صحتتان خوب است؟ خب قصه از چی قرار است؟ خانه شما تا کدام قسمت بود و تا از کدام قسمت شما تخریبش کردین و چی گونه به شما اطلاع داده شد؟ آیا قبلا هم به شما گفته شده بود در حکومت قبلی یا خیر؟ حکومت قبلی گفته نشده بود، 4 ماه پیشتر از امروز و گفت که اینجا سرک آمده تخریب میشه. ما چیزی نگفتیم. صحیح اونجا تعمیر بود، چپاش تقریبا 5 بسوه همین زمین ما بود، تقریبا 3.5 بسوهش در سرک رفته. یعنی 70 متر یا 80 متر شاید بیا نیم بسوه این برای ما ماند دیگه. از پولش گفتن که میتیم دیگه. امروز صبح این شاروالی میریم از پولی درک نیست، میگن بودجه تصویب شد میتیم دیگه. مشکلات اینه مشکلات از خود دید میبینی دیگه. بیادر ما چی بگویم؟ مشکلات دیگه ما اینجا داریم که اینمی جا رو مجبور کردیم یا اویلی را به گرو داده بودم به مردم. حالی تخریب شد این مردم ما را گاهی عوضه میبره، گاهی قماندانی میبره که پول ما را بده. میگم صبر که از شاروالی بگیرم به شما میت دیگه. این مردم هم ملامت نیست. قیمت خانه تثبیت شد چقدر برآورد کردن، اونم تعمیر و اینمی جا 36 لک افغانی برآورد کردن. خب اون مصارف ما خو نمیکنه پورا، خو خیر است به می خیر است میبخشم به حکومت که سرک عامل منفی است. ما خوش هستیم که می سرک تیر شود. به خیر باشی. نمیام یک احساس وطن دوستی است و همین که دست مردم از گردنت خلاص میشه و کسایی که برش گرو داده بودی خانه رو هم حل میشه همین مشکلاتون بکنید. توکل به خدا ان شاء الله میشه. و تعمیری که مقابل خودت خانه خودت بود و هم مربوط خودت میشد؟ بله و هم مربوط ما بود، اولی هم مربوط بود، همون تعمیر هم بود دیگه. این اولی خودت با تعمیر یک سان ربط داشت یا چه رقم جدا بود؟ نه راه از جدا بود، او پارتمان بود، راه از اولی بود. این تقریبا دسه چند اتاق داشت اولی؟ اولیش 7 اتاق. حالا دیگه فقط یک اتاق یک تشناب یک کنیم دیگه، یک کنیم اتاق مانده. خب ان شاء الله گفتن که پیسه براتون میاد دیگه. توکل به خدا. و یک موضوع دیگه که من بیشترم که مردم گپ زدم که دوستا اونا در مقابل کاملا نگفتن، فقط گفتن که ما میریم به مشکلات سنگ و خشت و چوب خدا جمع میکنیم یا سیخ خدا جمع میکنیم که دوباره به دیگه جای به فروش برسونیم یا استفاده کنیم پس به آبادی زمین جای خود. این من دیگه کسا میبرن محلی منطقه و مشکل واقعیت حقیقت است. یعنی ما با چشم سر میبینیم کار وظیفه خودم میمانیم میجه
خشت میکشیم، سنگ میکشیم، دیگر که شام که میریم خانه صبح میم نیست. مجبور مسکار کنی شب چاکی. شب هم چوکیداری کنیم. ما هم مانده او زله مسئولیت خانه به دوش نمیشه. اوجا که میریم که میای میشه اینی حالت. میخی از این کارم دل ما سر شده از از این دیگه. موضوع تا حالا شکایت کردین در نایه؟ با نایه با اوزه اینجا پستشان هست میایه دیگه وام ملامت زودتر کیره بگیرن. اینا گفتم چه اثر میبره گوشتک میبره اون ری سفید میبره کدامش بگو این نکو. حالا این مال خو حرام است، تو خو اسلام باشی خو حرام در خانه داخل میکنی. با میم واقعیت است. یک گپ دیگه از مردای قدرتمند سابق یا از حکومتی های سابق هم اینجا خانه کسایی بود که بعضی کسا میگن که اینجا زمین های ملاتر خیل بود، خانه ملاتر خیل بود. دوزا بودن آمیانه برد بگیم زمین نبود، از مسکین بیچاره و بیوازنا بود. اینا بزرگ غصب کرده بودن. این جای پیش روی ما بود، در پیش سر ما بود. خوب شد که حکومت سرشون چپه شد. یعنی می جمعیان هم خانه هم زور منده است. خانه کیا بود اینجا؟ خب نام گرفتنش خوب نیست دیگه، یا بگیریم نام مردم میشناسن دیگه کلشان. اینجا یک کلانشان بود به نام سمندر، یکی دیگه ایش بود اونجا به نام جواد. یعنی اون زمینایی که کرد میبینی نفرش در امریکاست، دکتر اسد نام داره. اینا میاد سر چپه زد، خب بالاخره سرشان خدا صبح کرد که حکومت چپه شد، امارت اسلامی آمد. اون زمین در جایش ماند. اونمو خانه‌ای را که یا غصب کرده بودن اون زمینا رو پس به اقدارش رسید. یعنی میام کلانترین یک رحم خداست، یک لطف خداست که زمینای غصب شده دوباره آزاد شد و کمیسیون هم همین کارش است دیگه. از ترخیل نیست اینجا زمینا و جای ترخیل بود یا لاگل مجاهد بود و اینا یا کلشان اینجا یک دل بودن، افتیدگی بودن. خب حق شما پایمال بود. پایمال بود. صدای ما رو کشیده نمیتونستیم. خب از این فعالیت‌های امارات اسلامی افغانستان چقدر راضی هستی که از این خوب یکسان سر کل اگه قانون تطبیق میکنه؟ 100% هم بالاتر ما خوش هستیم. قانون بالای کل تطبیق میشه، اما اینی که یک ذره به مشکلات مردم برسه. ان شاء الله خداوند پاک حل میسازه مشکل. و این برادرم زیاد خسته معلوم میشه، باش که امروز میام یک دو کلمه گپ بزنیم. سلام علیکم. مانده نباشید، خسته نباشید. قربانتون، بخیر باشین. اسمتون؟ عبدالجامع. عبدالجامع یعنی اسم است یا تخلص عامل داره دیگه؟ عبدالجامع نیازی. خب نیازی است. خب بسیار خوب. خودتان چه قرابت دارین به برادر؟ این بیادر خردم است. بیادر خودت از دیگه کلانی که مسئولیت ها در گردنش از خودت هستی؟ بله فعلا برازی گزارش کردیم. واگذار ساختید. خب معلومات خب برادر داد و چیزی که مشکلات هم بود بیان کرد. خودت احساس در قبال وطن بگو، چقدر خوشحال هستی که اگر همی خدای نخواسته تمام خانه تام چپه میشد، دی سرک آباد میشد، خوش بودی؟ بله خوش هستیم که کار به اهل کار سپرده شود، نه حکومت قبلی وره که ایجا حال کنده شود 2 سال بعد ایجا پخته شود. یا مثال هم تو گل لایبانه ما دمی خوش هستیم که تیزتر دست به کار شود. همی چند طرف منطقه دیگه که جور شده، جای طرف خیرخانه است و سرای شمالی است و چند جای دیگه، اونا زود کارایشان تکمیل شد دیگه. بله دیدم. چطور بود وقتی بر شما اطلاع دادن؟ رویه و رفتارشان چگونه؟ رویه و رفتارشون خوب بود. براتون گفته شد که گفته شد یک همی کمی پیسی همی خانوالا مثالش تیز داده شود خوبتر است، با خاطر که زیادتر همی خانوالا معامله دار است یا خانهش گرو است یا مت 100 معامله دیگه است. بیا ان شاء الله خداوند پاک حل بسازه. قربانت سلامت باش. قربانتون بخیر باشین. قربانتون بخیر باشین. خب وطندارای عزیز دیگه خداوند پاک لطف و مرحمت خدا کنه. خفه نمیشیم به خاطر از این و این دوستایی که تاوانم کردن را اینا هم خفه نیستن، به این خاطر که وطن آباد میشه. وطن یک حق بلند سر ما داره. اگر خانه های ما که ما هم زندگی میکنیم ویران شوه، اما پروژه تطبیق شوه، سرک جور شوه، مکتب جور شوه، شفاخانه جور شوه، چیزی که عامل منفعه باشه و به مردم ما یک روزنه خدمت امید باز کنه، ما خوشحال میشیم. این در این ساهم که آمدیم دوستا قسمت جایی را که برادر ما اشاره کرده بودن همو قسمت مکمل رفته و خانه‌ای که یک اندازه زمینشان یا هم خانه‌هایشان ویران شده، اینا هم این چهره را فعلا به خود گرفتن و اکثر دوستا به این باور هستن که شاید اجازه ترمیم دوباره را برشان نده. نه خیری موضوع نیست. ان شاءالله اجازه ترمیم دوباره را میته. خو یک بار پروژه ها تطبیق شوه، کارا خلاص شوه، پیسایشان داده میشه و امارات اسلامی افغانستان در کوشش ازی است که به مردم یک روزانه کار فراهم کنه، آبادی را فراهم کنه
خب وطندارای عزیز پرحرفی زیاد نمیکنیم از اینکه وقت برنامه ما تمام است. ناگزیر هستیم با شما عزیزان خداحافظی کنیم. شما را به الله بی‌نیاز میسپاریم. وقتتان خوش. الله نگهدار. زنده پاینده سربلند و آباد باد افغانستان.